دوستان سلام، این ویدیو ادامه ویدیوی قبلی درباره تالاب دره سنگی. در ویدیوی قبلی توضیح دادم که تالاب دره سنگی که عموماً در شهریور ماه به دلیل اینکه حقابه طبیعی اون در طول سالیان گذشته به اون داده نمیشد در اواخر تابستان خشک میشد. اما امسال با تلاش‌های بسیاری که توسط محیط زیست صورت گرفت، مجدداً از حقابه طبیعی خودش برخوردار شد و دوباره حیات به اون بازگشت. اگه مایل به دیدن ویدئوی قبلی هستید، میتونید لینک اون رو در توضیحات زیر همین ویدئو مشاهده کنید. من تا غروب از فلامینگوها در تالاب فیلم برداری کردم و در این ویدیو تصاویر غروب آفتاب و فلامینگوها رو در تالاب می‌بینید. فلامینگوها عموماً با طلوع آفتاب برای تغذیه خودشون رو از جزایر دریاچه ارومیه به تالاب‌های اقماری دریاچه میرسونن. آب‌های تالاب‌ها سرشار از مواد مغذی برای فلامینگوها هستند. اونها تا غروب خورشید در تالاب‌ها میمونند و با غروب خورشید مجدداً به سمت لانه‌های خودشون در جزایر دریاچه ارومیه پرواز میکنند. تصویر فلامینگوها در هنگام غروب خورشید در تالاب و همچنین پرواز باشکوه هزاران فلامینگو در آسمان که به سمت جزایر دریاچه ارومیه پرواز می‌کنند، جلوه‌های شکوهمندی از طبیعت زیبای شمال غرب ایران.